خسور یا پدر شوهر همیشه محرم میماند. اما این معنایش این نیست که تو دیگر حمام کناندن و به این چیز برای عروس یعنی این چیز رو بمانند. خانواده داماد یا گفتیم خانواده شوهرش گفتید هیچ کس نیست، بیچاره پدر تنها هست، پیر و فرتوت است، یگان نفر غیر از من نیست، خیلی بیمار است. در اینجا می توانید در حدود شهر البته عورت او را نکشوده، یعنی حتی با سر و لباس هم باشد، یعنی تماما نگاه نکرده، دیگر او که مثل کودک می شود. یعنی پیرمردانی که 80-90 میگذرند، خصوصا بیمارها، دیگر عقلشان هم مثل کودک میشوند و آنها عموما به شهوت یگان میل ندارند. یعنی در این وقت اگر هیچ علاج هم نیست گفتید می توانید غسل کنید و برای این ثواب هم میگیرید. و پدر گفتن با مقصد احترام باشد، مادر گفتن هم با مقصد احترام باشد، حتی بیگانه رو پدرگویی هم بوکه ندارد.